من رحمن فتاح يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد. من رحمن فتاح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند: صفهای خود را راست کنید و نزدیک یکدیگر بایستید، زیرا من شمایان را از پشت سر خود می بینم. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد. من رحمن فتاح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او شب در حجره خود نماز می خواندند و دیوار حجره کوتاه بود. مردم پیامبر خدا را در حال نماز خواندن دیدند و گروهی از مردم به ایشان اقتدا نموده و نماز خواندند. چون صبح شد این حادثه را به دیگران گفتند. شب دوم پیامبر خدا درود بر او به نماز استاده و مردم آمده و به ایشان اقتدا نمودند. این کار 2 یا 3 شب ادامه یافت و همان بود که پیامبر خدا درود بر او در خانه نشسته برای نماز خواندن بیرون نشدند. چون صبح شد مردم سبب را جویا شدند. پیامبر خدا درود بر او فرمودند: ترسیدم که مبادا نماز شب بر شما فرض گردد. و در همین حدیث از روایت زید بن ثابت علاوه بر روایت عایشه آمده است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند: آنچه را که شما کرده دانستم، پس ای مردم شما در خانه های خود نماز بخوانید، زیرا بهترین نماز و استثنای نماز فرض نماز است که شخص در خانه خود میخواند. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی محمد.